امام کاظم علیه السلام فرمودند مردی از قم قیام می کند و مردم را به سوی حق فرا می خواند. بر گرد او قومی همچون پاره‌های آهن اجتماع می کنند. تون باد حوادث آنان را متزلزل نمی سازد. از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند. بر خداست که توکل می کنند و عاقبت از آن متقین است. ما می‌خواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست. باد میدهد این آزادی مملکت را برباد میدهد. این آزادی که شما میخواهید آزادی دیکته شده است برای اینکه مملکت را ببلند و جوانی ما نداشته باشیم جواب بدهد. چنانچه دیدیم که عمل کردند و چه شد، چه مصیبت هایی به مملکت ما وارد شد برای اینکه جوانهای ما را به فساد کشیده بودند. شما می‌خواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره بردارند. بله، ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شمایی که میخواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید، نه اون تعلیماتی که خودشون دارند، اون تعلیماتی که برای ممالک استعماری دارند. شما روشنفکر هستید. شما که آزادی میخواهید، آزادی همه چیز، آزادی فحشا، همه آزادی ها را میخواهید، شما روشنفکر هستید. آزادی که جوانهای ما را فاسد کند، آزادی که راه را برای مستکبرین باز کند، آزادی که ملت ما را تا آخر به بند بکشد. شما این آزادی را می‌خواهید و این دیکته است که از خارج به شما شده است. شما حدود آزادی را برای چیزی قائل نیستید. شما بی‌بندوباری را آزادی می‌دانید. شما فساد اخلاق را آزادی می‌دانید. آبروی خودتون را بردید پیش ملت. ما شما را آزاد گذاشتیم و قلم‌های مسموم شما توطئه‌گران مملکت ما را می‌خواست به باد بدهد. با اسم دموکراسی، با اسم آزادی خواهی، با اسم روشنفکری، با اسمای مختلف خائنان در این مملکت با دست باز شروع کردند به فعالیت و توطئه‌چینی. همین خائنها قائلهای کردستان را به وجود آوردند و همین خائنها هستند که برای توطئه‌گرها عزا میگیرند. اونهایی که جوانهای ما را سر بریدند حرفی نیست. اونهایی که جنایتکاران را قصاص میکنند برایشون نهره میگیرند. ما که میخواهیم مملکت خودمون را از دست
جنایتکاران، از دست خیانتکاران، از دست چباولگران نجات بدهیم. ما سلب آزادی کردیم، البته آزادی که منتهی بشد به فساد، آزادی که منتهی بشد به تباهی ملت، به تباهی کشور، اون آزادی را نمیتوانیم بدهیم. اون آزادی است که شما ها میخواهید، اون آزادی است که میخواهید جوانهای ما را بی تفاوت بار بیارید، هرچه هر جا بشد و هر که هر کاری بکند دولت‌های بزرگ تمام منافع ما را ببرند که آنها مشغول اشرت باشند.